له والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته وأهل بيته وسلم. لي حبيب عربي مدني قرشی. حضرت عبدالرحمن جامی قدس الله سره در وصف پیامبر بزرگ اسلام گفت لی حبیب عربی مدنی قرشی، کی بود درد و غمش مایه شادی و خوشی. یکی از خاصیت ها و از معرفت بزرگی عبدالرحمن جامی بود که یعنی در نظم شعر شکل میگن، یک مصرع و عربی، یک مصرع دیگر و فارسی یا با دیگر ملت ها چیزی که نباشد. حضرت میگفت لی حبیب عربی مدنی قرشی، کی بود درد و غمش مایه شادی و خوشی. معنای مصرع اول همین است که لی حبیب، من یک دوست دارم، میگفت مدنی در مدینه هست، قرشی از اولاد قریشی ها است، عربی هست، عرب هست. لی حبیب عربی مدنی قرشی. اون دوستی من کی است که کی بود درد و غمش مایه شادی و خوشی. او کسی هست که درد غم او برای ما و شما شادی و خرسندی آورد. او عذاب کشید، او تهجد خواند، او عشق ریزاند، دندان مبارکش شهید کردند، زانوی مبارکش خونسار کردند. همه غم و اندوه و عذاب کشید تا که ما و شما راه از چاه فرق کنیم. که بود درد غمش مایه شادی و خوشی. فهمی رازش نکنم او عربی من عجمی، لاف مهرش چی زنم او عربی من حبشی. فهمی رازش نکنم او عربی، راز او را سیر او را من نمیفهمم. حضرت جامی میگه او عربی من عجمی، وصف حسنش چی کنم، حسن رسول الله را چگونه وصف کنم که کی است او عربی من حبشی. زروارم به هواداری او رقص کنان، کی بشد شهره آفاق و خورشید وشی. من به مثل یک ذره هستم، میگم ملکوله هستم که و او به منزله خورشید است، به منزله آفتاب است. زروارم به هواداری او رقص کنان، کی بشد شهره آفاق و خورشید وشی. حضرت در آخر چی میگوید؟ گرچه 100 مرحله دور است از پیشی نظرم، وجهه فی النظر کل غدات و عشی. اگرچه صدها مرحله، اگرچه صدها مرحله، اگرچه چندین هزارها کیلومتر از من دور باشد، لیکن سحر بگه او نزد من نمایان است. بعد خدا و درود و رحمت بی پایان و روح پیغمبر برگزیده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم و رحمت الله پدران و برادران اهل اسلام، مهمانان خانه خدا. این جمعه باز به مثل جمعه های گذشته که خیالم که 4م جمعه باشد از تفسیر سوره ملک که ما و شما آیه های مبارکه سوره ملک را که گفته گذشته ایستاده ایم باز تفسیر دوام میتیم. سوره ای که قبلا هم در این باب گفته بودیم که پیامبر بزرگ اسلام فرمود که دوست میدانم که سوره تبارک الذی بیده الملک در دل هر یک از امتان من باشد. پس البته که دانستن و فهم کردن این سوره برای ما و شما چی است که خوب است، ضرور است که پیغمبر گفت دوست میدارم که امت من در قلبه های اونها سوره تبارک الذی بیده الملک باشد. البته که چیزی که رسول الله دوست داشت پس عمل کردن ما و شما با او
و حرکت ما و شما با او باشد که دوست داشته رسول ها را به جا بیاریم. تا جای آیه مبارکه 19 تفسیر کرده بدیم، باز دوام میتیم که الله جل جلاله در بابی که عتاب به اهل کفر و کافرها که در اون زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بت پرستها بودند که بتها را بعد از خدمت تراشیدن اونها را سجده میکردن، عبادت میکردن. بتهاشون از سنگ بود، بعدش از چوب بود. اونهایی که ثروتمند بودن بتهاشون از طلا و از نقره بود، در خانه هاشون داشتن. همین بیسه همه هیکلایی که هست در گرد همه هیکل جمع میشیدن، همه را سجده میکردن و پرستش میکردن. نعوذ بالله هیکل پرستا و بت پرستا در زمان پیغمبر بودن که باز همون تخم ریشه و کنده و تا این روز ماندگی هست. باز هست مسلمانی که همسرش میگیره، نکاح مسلمانی میکنه نمیکنه و از دست همسرش میگیره و پیش یک بت میره و بعد در پیش هرشون سوارشون را خم میکنه، تعظیم میکنه. وای بر حال اینجا مسلمان او کی است در پیشی میره؟ تو از این چی میخواهی و پیشی میره؟ و پیشی برای چی سر خم میکنی؟ در پیشی برای چی گلب مرده میمانی؟ از دستی سنگ کاق چی میاره؟ حالا که با پیشتر همون سنگ کاق با هیکلی با کی بود؟ هیکلی یک بیدین بود. هیکلی کسی بود که میگو دین افیون هست. هیکلی کسی بود که باب و اجداد همه ما شما نیست کردگی خیر کردگی بود. هیکلی کسی بود که همه کتاب های گذشتگی های ما و شما را سوزنده خاکستر کردگی بود. هیکلی کسی بود که تمام نوکری او در سمرقند و بخارا یک سال کتاب های ما و شما را آتش زدن و آبگرم کردن. باز میبینیم مسلمان بیچاره بعضی گمراه میره در پیش همون گل میمونه و سر خم تعظیم میکنن. با مسلمان میگه و مسلمان زاده هستن. حیران میشه در مسلمان. خداوند جل جلاله خطاب با اونها میکنند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وحی فرستاد که دوام آیه را میخونیم که خداوند گفت استعذ بالله امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. آیا کسی که به شما لشکر دارد هو جند لکم لشکر شما هست ینصرکم من دون الرحمن شما نصرت میابید از غیر پروردگار؟ خطاب به سوی بت پرستا و کافر است. آیا شما یگان کسی دارین لشکری دارین که با سین خدا شما بیایید مقابله کنین غلبه کنین؟ این استفهام است، نه ندارد. اگر صدها هزار بیدین و کافر تیر و تانک و توپ و راکت و بمبای اتمی و هر چیزی که داشته باشد این در نزد قدرت الله هیچ قوتی ندارد. نمرود لعین خودش خدا گفت، فرعون لعین خودش خدا گفت، نمرود لعین خودش خدا گفت یک پشه لنگ با بنیش درآمد نیستش کرد. فرعون لعین همون دریاچه خانه خودش نیستش کرد. اگر خدا بخواهد یک کی کروان میکند و همه اونها نیست نابود میشن با واسطه زهرش کردن. آیا بغیر از پروردگار کسی شما را نصرت میده؟ الله جل جلاله حالت بیدینه کافر خود بیان کرد که این الکافرون الا فی غرور. کافرها فقط در غرور، در فریب هستند، فریب خورده هستند، خالق خودشون نمیشناسند. امروز هم که باشد میگن فلان پروفسور، فلان اکادمی از مسکو، از اروپا، از امریکا، او چی از عالم است، اکادمیک است، پروفسور است، حالی نمیداند که را کی خلقش کرده است. پروفسور اکادمیکی نمیداند که یک نطفه جیفه حرام بود کی او را شکل داد. ها اکادمیک پروفسوری که نمیداند که این زمین و آسمان صاحبش کی است. این ستاره ها آیا بی صاحب هستند؟ آفتاب و ماه و همه بی صاحب هستند؟ این شمالی که میوزد همه فایده به این جمعیت بیارد و بالای زمین آدمی داد. این شمال کی روان میکند به سوی زمین؟ باران کی میبارد؟ یا دیگر چشم دلش خدا پوشیده کرده است، کور کرده است که اینها رو نمیبیند. حالا که حضرت بیدیل میگفت ابوالمعانی که یار در آغوش نام او نمیدانیم چیست،
سادگی ختم است چون آینه در بستان ما. یار در آغوش، یار اشاره به سوی الله جل جلاله است. الله یار ما و شما است. الله دوست ما و شما است. الله غمخوار ما و شما است. الله رحیم و رحمان است. الله غفار و ستار است. یار در آغوش، نام او نمیدانیم چیست. همه اشیایی که در اطراف ما و شما است به چشم سر میبینید که این آفتاب یگان زواد فابریکه خیلی سازش نکرده است. آفتاب یا ماهتاب یا باده یا ابر یا زمین یا اقیانوس ها و اوکیان ها را یگان کس به آب کشیده و نساز پر نکرده است. اینها با خودشون خالقی دارند. ما فرمه می شود، خراب می شود، حساب و کتاب ما میکنیم. این در اختیار یگان کسی دیگر نیست. یار در آغوش، نام او نمیدانیم چیست. انسان که چی است؟ سادگی ختم است چون آینه در بستان ما. سادگی ما و شما به مثل یک آینه هست که همین آینه وقتی که اگر که این طرف اون طرف اون اگر بشت گردش بکی همه صورت ها در آینه نمایان است، لیکن خود آینه چیزی نمیفهمد. درون آینه خالی است. سادگی ختم است برای انسان چون آینه در بستان ما. این هم الله جل جلاله میگه آیا بغیر از رحمان شما را کسی مدد میکند؟ آیا شما لشکری داریم و مقابل خداوند جل جلاله؟ این الکافرون الا فی غرور. کافرها فقط در فریب هستند، در غرور هستند. الله جل جلاله باز در دوام آیه فرمود امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه بل لجوا فی عتو و نفور. امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه. آیا کسی میتواند که به شما رزق برساند بغیر از الله؟ او کسی که یرزقکم رزق میرساند شما را این امسک رزقه، اگر رزقش از شما منع کنه حال شما چی میشود؟ رازق کل حی فقط الله است. رزق رساننده تمام مخلوقات از نور و ملک و هر مخلوقی که در دنیا هست فقط الله رزق او را میرساند. هیچ انسان رزق انسان دیگر را رسانده نمیتواند. در دنیا فقط سبب است. انسان گاه فکر میکنه در یک حدث پیدا میشد. حضرت جنونی رحمت الله علیه خداوند جل جلاله قدر شما و او حجی بازار علیه رحمت مغفرت کنه و برادر حضرت جنونی رحمت الله علیه میگه بایزید بستام در یک جا برای نماز خواندن آمدن تا که در نماز او شخص ملا پیش در آمد. بعد از آن با بایزید بستام با یک چهره کریه گفت که تو در هیچ کجا کار نمیکنی و از کجا میخری؟ از کجا میخری بعد نماز؟ وقتی که سوال کرد بایزید بستام چی گفت؟ سلطان العارفین گفت که حال اندربیست من نماز خوندگی من از سر اراده میکنم بعد جوابی تو را میتونم، چون که نماز از قفای کافر درست نمیشود. گفت با چی خاطر؟ تو گفت نمیدانی کی رزق مرا میرساند؟ رزق رسان فقط الله است. تو آل باور نداشته که رزق رسان کی است؟ تو از کجا میخوری، تو از کجا میپوشی؟ رزق فقط الله میرساند. رزق این مرچه ها را کی میرساند؟ رزق این حیوان هایی که در جنگل امروز هستند، فیل از همه چند قدر وزن داره، کی چند تن است در درون دریا، آیا او پنسیه میگیره روشه میگذارونه؟ در یگان زواد فابریکه کار میکند، او از یگان خلید زواد خلید میگیره میخرد، او چیه؟ کی رزقی را میرساند؟ رزق رسان فقط الله است. یک زمانی بود در همین ملک خودمان مردم میگفت که اگر همین تالان های مگزین برهم بخوره همه از گشنگی میمیرن. تالان ها برهم خورد، مگزین ها برهم خورد، باز میتونن اگر همین خلیل زواد از کارمون اگر همه میمیرن. خلیل زواد هم از کارمون، تالان هم از کارمون، مگزین هم از کارمون، هیچ کس نمونده. برای چی؟ رزق رسان ما زواد فابریکه نیست، رزق رسان ما فقط الله است. خدا میگه اگر رزق شما را بسته کنه کی رزق شما را میرساند؟ رزق رسانی الله به درجه هست که
وقتی که طفل در بطن مادر است، آیا در شکم مادر او در یگانجا کار میکنه؟ در شکم مادر بدن رزقی را کی رساند؟ در اونی پرده های تنگ تاریک طرف فراموشت نکرد، رزقی طرف به واسطه ناف مادر به تو رساند، در اونجا فراموشت نکرد، پس به دنیا که اومدی از کجا طرف فراموش میکنه؟ رزق رسانی الله جل جلاله را ببین، وقتی که در شکم مادر بود به واسطه ناف از مادر غذا میگرفت، زنده بود نمرده بود. زمانی که به دنیا آمد و تولد نشیده الکه پستان مادر پر از چی تیار است. آیا در پستان مادر رزقی و کودک کی تیار کرد؟ او را یگان عروس به کشت تیار کرد. کی او را تیار کرد؟ طفل به دنیا آمده در پستان مادر الله رزقی او را تیار کرده بود. به دنیا آمد رزقش تیار، از پستان مادر شیر میبرد. وقتی که طفل کلان شدن که گرفت شیر بر ارگانیسم او کمی میکند، برای او غذای بقوتر در کار. الله جل جلاله مدت شیرخوارگی را تا 2 سال گفت، تا 2.5 سال، و بعد از 2 سال 2.5 سالگی، بعد از 1 سالگی وقتی که شیر کم شدن که گرفت غذای دیگر در کار است، الله جل جلاله چکار کرد؟ برای طفل دندانه ها را آفرید. این دندان کی آفرید در دهان های ما و شما؟ دندان ها را آفرید که با او چکار کنند؟ خوراک بگیره، معده فرو برا و هضمش کنند. الله جل جلاله فقط رزق رسول است. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو و نفور. بلکه بیدین ها و کافرها همه وقت در چی هستند؟ در نفور هستند و این کار میکنند. افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. خداوند جل جلاله باز مثل میارد، میفرماند که افمن یمشی مکبا علی وجهه، کسی که نگونسار در زمین راه میگردد، نگونسار میگشتگی فقط کی هستند؟ بتپرستا و بیدینا هستند. افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدی، آیا هدایت یافته همونها هستند؟ هدایت یافته بتپرستا هستند که هیکل به دست خودش میتراشد، نعوذ بالله را باز خدا گفته پرستش کنید. کلانترین بتشون در هندوستان است، در دهلی هست که یک بت امروز تیار کردگی هستند که او بت فقط تایکونی همون بت 4000 آدم جا میگیرن. قدر کلان است، بلندیش 40 ایتن بلندی هستن تیار کردگی و سیم و رحمت رو به همه چیز نعوذ بالله در پیش حوض است، در اونجا رفتن بتپرستا و بازی میکنن گویا که گناهاشون بخشیده شد. او را باز گفته بودن که این بت باید که به مدت 60-70 سال همیشه به 100 سال آمد، لیکن بعد از تیار شدنش یک چراغک زدش، یک دستش کلتش، ولی 5-10 سال دست جمع را ریمون کیسته، دست خداشون را هیچ دوست کش نمیکنه. این چی است؟ گمراهی رو ببین، گمراهی رو ببین. و بالای سرش دست شهر یک پرنده میشینه نجاست میکنن، او را کش گفته نمیتونن، باز در پیش او قربانی میکنن، از او چکار میکنن؟ حاجتهای خود میخوان. خداوند جل جلاله میگه این بیدین ها و کافرها، اونهایی که نگونسار راه میروند، آیا اونها هدایتی است یافته هستند؟ اما یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا اون کسی که راست به پاها میرود این هدایت یافته است؟ یعنی بر صراط مستقیم انبیا و مرسلین میروند، بر صراط مستقیم. نگونسار میرفتگی اونها کی هستند؟ بیدین ها و بتپرستا هستند. الله جل جلاله در دوام آیه مبارکه گفت قل هو الذی انشأکم و جعل لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. خدا امر کرد که بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم، قل هو الذی، او پروردگار ذات هست که انشأکم، شما را چکار کرد؟ به دنیا آورد، شما را خلق کرد، از نیستی انسان به هستی آورد. حمد به حق حضرت معبود را که از عدم آورد هر موجود را. حمد به حق آن خدای پاک را، آن که جان بخشید مشت خاک را. انشأکم و جعل لكم السمع والابصار والافئده،
او ذات هست که الله جل جلاله خدا امر میکنه که قول بگوی محمد صلی الله علیه وسلم هو الذی، او پروردگار ذات است که انشأکم، شما را خلق کرد و جعل لکم السمع والابصار والافئده، برای شما گردانید سمع، شنوایی از جانب الله هست. همین شنوایی قوه‌ای که در انسان میشنود، آیا یگان کس میتونه که پیدا کنه در انسان؟ سمع در یک گوش انسان 4000 قوس موجوده، 4000 قوس که در همینجا این جباری که در اینجا رفتگی از هر کدامی بخیرش او دکترها و عالم‌هایی که از این گوش و اینها با خبر هستن خوبتر میفهمند که در اینجا صرفه هست، داست هست، در اینجا بلقه هست، در اینجا دیگر اشیاء هست که انسان با واسطه گوش کار میکند میشنود. خدا میگه برای شما سمع خلق کردیم. از یک شنوایی 4000 قوسی که در گوش انسان است، آواز پرنده را از آواز حیوان، آواز هر یک مرد ماشین از همه چیزی میفهمه که آواز ژیگولی است یا که آواز تراکتور است یا آواز تانک است، از همه چیز میفهمه، یا که از آواز خس است، که از هر چیزی باشد. این خدا برای ما شما عطا کرده است. و در پرنده ها در خروز عطا کردگی است. او چی است؟ به منزله تاجی که در بالای سر است و منزله انتن است. اگر در انسان خداوند دو تا انتن در سرش خلق کردگی باشد، بود در خروز خلق کردگی است. مرغ عرش که هر بار که در صبح دم یکم بار قنات میزند، مرغ عرش فریاد میکند. در دنیای یگانه جانداری که آواز مرغ عرش بشنیده است فقط خروز است که در سحر فریاد میزنه که ای مسلمان بخیز طاعتی قدرت خدا، غافل نمان. فقط به همون واسطه تاجش انتینش رو شروع میکنن، همون صدای مرغ عرش فقط همه میشنوند، دیگری کسی نمیشنوه. خداوند سامع است، شنوا هست و خداوند شنوایی را در ما و شما خلق کرده است. و جعل لکم السمع والابصار، خدا میگه برای بنده هاش چیکار کرد؟ خلق کرد ابصار، دیده های بینا را. این دیده های بینایی که در ما و شما هست، در یک کوره چشم ما و شما همگی 1.5 میلیون حجره زنده کار میکنند تا که چشم ما و شما بینا هست. قوه بینایی الله خلق کرده است. اگر همون نور چشمی که از انسان فرو بریزه، اگر کیو را تباوت کرده میتونه؟ هیچ کس دیگه را تباوت کرده نمیتونه. یک پرده نیمکوله‌ای که به بالای چشم است، یک جهود هم را تباوت میکنه، تمام دوی هم سنش گفته از قفوی هم دویدن میگیره. یک پرده را بگیره و یک لیزره خلاص. او کسی که به ما و شما بینایی داد، شنوایی داد، زبانی گویا داد، دست گیرا و پای روا داد، برای چی را وصف نمیکنی کسی؟ فقط یک پرده را جراحی میکنه، میگن فلانی بسیار طبیبی خداست. لیکن او طبیبی که ما و شما را از نیستی به هستی آورد. اگر یک دست انسان مثال بیارید، در یک دست انسان میلیون فونکسیا اجرا میکنند. بعد از کوال بزنی، بعد از پابل میکنی، بعد از روشگر به قپی مینویسید، بعد از ناله کرده و دهن میگذاری، بعد از میسوس میکنی، همه چیز میفهمی. 1000 نمود کار، میلیون نمود فقط یک دست اجرا میکنن. اگر خدا نکرده الله همین دست خشک بکنه، آیا همون پراتزی که در دستش میکشه و همون پلاسماش چیکار کرده میتونه انسان؟ کلان کرده میتونه، پابل کرده میتونه، نوشته میتونه، خوردن میتونه، چی میتونه؟ هیچ چیزی نمیتونه. فقط یک صورت دست از خلاص یا پا باشه. با قدری نعمت‌های الله باید ما شما برسد. خدا ما شما را آگاه کرده است که خلق کردن برای شما و جعل لکم السمع والابصار، چشم‌ها را برای شما خلق کرد. یک چشم، کوره چشم ما و شما را 9 فرشته محافظ است. 9 فرشته خدمتگار یک چشم ما و شما هست. 9 فرشته. و نوری که در چشم ما و شما قرار گرفتگی است، مردمه که در چشم ما و شما است، 9 فرشته ای را حفظ میکنند. زمانی که بنده به حرام نگاه کرد، به او جای نگاه کرد که الله او را حرام کرده است، منعش کرده است، 9 فرشته خدا را داره میکنه که خدایا با ما اذن بده، اجازت ده که ما خارج شویم، بنده به کفر بماند. دعا میکنه فرشته. نه اینکه مثلا شب تا نیم شب نه تهجد میخونه، نه تلاوت قرآن میکنه،
نه درس بگیرد چشمو حتی بلاخ کردگی تلی سریال تماشا داره یا هندو تماشا داره یا که اونا کلاس خدا را تماشا داره دویدن پریدن زد جهیدن مردگار را از خدای خود غافل در همه حالت و حالی چی میشته باشن یک کوره چشمی که نعمته که الله جل جلاله با ما و شما عطا کرده است نه فرشته وقتی که رو محافظ باشد این ما و شما وقتی که رپک میزنیم اگر خدا همه رپک زدن همه رگا را اگر خشکش کنه چشم همه تا پوشیده میمونه دیگه بالا برداشتش نتونی حالا چی میشه؟ حالا که در یاد کدام ما و شما رسید یک بار که الحمدلله شکر که من رپک میزنم چشم میزنم کی گفت؟ هیچ کس نه این نعمتی هست که ما همه نعمت های الله شمرده نمیتونیم خداوند خلق کرد ابصار چشم میگه خلق کردن برای مخلوقان نور در چشم گذاشت که با واسطه او ما و شما میبینیم و این چشم از بالا گذاشت خداوند چشم ما و شما رو در شکم همون خلق نکرد در تگی پامون خلق نکرد در بالای سر خلقش کرد که از بالا خبر ببینید اگر در تکش خلقش میکرد مشکل میدیدید یا در تای پا یا در دیگر جا در بالا خلقش کرد خداوند استخوان در اینکه هر چه خانه کرد هر چه در خانه جا کرد این الله جل جلاله هر اینها را جا کرد که بهترین جوهری که در ما و شما هست که از درصد چشم است چشم خطی ما و شما میبینیم میخونیم دیگر و الله جل جلاله این چشم ما و شما را دو تا دروازه خطی محکم کرد دو قلبوش از بالا و از پایین دروازه است که چشم چکار میکند محافظت میکند همچنان که در یک بنک اگر جواهر را داشته باشد دروازه دورا محکمش میکنه و در گردش اسکرار اخرن را میمونه الله جل جلاله این بهترین جوهر در همین خانه خلقش کرد دو دروازه با بالای خلق کرد و اطرافی دروازه ها را چکار کرد اخرن را گذاشت میجه ها با منزله اسکر هستند که هر یک گرد چنگ که آمد در چشم نرسیده هیچ کار میتونه میجه ها را در افتر را میزنه میتونش و با بالای این چشم ما و شما الله ابرو را خلق کرد که وقتی که انسان عرق میکند عرق انسان قریب 90% چی است؟ از همین نمکی شوریه که از وجود انسان است با واسطه عرق با واسطه پیشاب میگوید وقتی که عرق شوری تیز که برآمد اگر در چشم بزنه چشم چکار میکند نقصاندار میکند آهسته آهسته شوری چشم کور میکند و خداوند ابرو را خلق کرد به منزله ناودان که وقتی که عرق پیدا شد با واسطه ناودان آمده از این طرف میشورد چشم ما و شما سالم میموند آیا اینها را کی خلق کرد؟ و جعل لکم السمع والابصار والافئده خداوند جل جلاله میگه برای شما خلق کردن باز افئده گفته دیل میگه دیل در زیر چی جایگیر است؟ در زیر البته که اول از بالا سینه هست این قفس سینه هست و در درون اون قفس سینه قلب جایگیر است در درون قلب افئده فؤاد میگه یعنی سه قسم میشن و شیطان لعین و وسوسه فقط در بالای سینه وسوسه کرده میتونه در دل در آمده نمیتونه شیطان این را خدا خبر میده که یوسوس فی صدور الناس شیطان جن ها وسوسه میکنه در سینه های مردم در دل های مردم نه چون که دل نظرگاه الله است خدا به دل های ما و شما نگاه میکنه دل بسیار مرتبه بالاست پیغمبر خدا میگه ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم خدا نگاه نمیکند به سوی صورت های شما سرخی زرد حبشی ازبک تاجیک قزاقی به صورت های ما و شما خدا نگاه نمیکند و اموالکم ولا اله و سوی مال های ما و شما نگاه نمیکند هر یک کافر خداوند مالدار کردگی است که همین قدر مال داره چیزی داره دولت داره که به حساب برای چی در خدا قدر ندارد اشیای دنیا ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم بل ينظر الى قلوبكم و اعمالكم بلکه خدا پیغمبر میگه نگاه میکند به سوی دلهای شما و عملهای شما این قبط بالا سینه دیوار قبط دیلون دل و قبط سیمه که در درون دل است او را فؤاد میگن که اون مکان چی است ایمان است و یقین است
نظرگاهی چی است؟ نظرگاهی پروردگار جل جلاله است. و همین خاطر است که اگر چند گذشته ما و شما میگفتن که دل مومن عرش خدا، این گپ بیهوده نیست. دل مومن عرش خدا، دل مومن نظرگاه الله است. دل نظرگاهی جلیل اکبر است، کعبه بنیاد خلیل آذر است. پیامبر در یک حدیثی میگفت اگر یکته شما خانه کعبه را به میل کلند و کوال قطی زده اگر تیکه و پاره به زمین هموارش بکنین، اگر یک مسلمان دلش آزار بودین، آزار دل مسلمان از خانه کعبه چپه کردن گناهش وزین تر است. چون که دل مومن چی است؟ نظرگاه الله است. دل نظرگاه جلیل اکبر است، کعبه بنیاد خلیل آذر است. قلیلا ما تشکرون. خداوند در دوام این آیه مبارکه که گفت خلق کردن برای شما گردانیدیم سمع و ابصار، بینایی، شنوایی، دید و شما عطا کردیم، در دوام آیه خدا گفت قلیلا ما تشکرون. کم است او بنده های شکرگزار. قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. خدا باز با پیغمبر هو محمد صلی الله علیه وسلم هو الذی ذرأکم، او پروردگار ذاتی است که شما را پیدا کرد، پدید آورد فی الارض، در زمین، و الیه تحشرون، به سوی پروردگار شما حشر میشید، به سوی پروردگار شما میگردید. شما از گشتن به سوی خدا دیگر راهی ندارید. زبان آمد از بحر شکر و سپاس، و غیبت نگرداندش حق شناس. زبان برای ذکر الله است، برای سخن خوب است. زبان آمد از بحر شکر و سپاس، و غیبت نگرداندش حق شناس. گذرگاهی قرآن و پند است و گوش، و بهتان و باطل شنیدن مکوش. این گوش ها را الله با ما و شما عطا کرده است. قرآن بشنوید، حدیث بشنوید، امر معروف نهی منکر بشنوید، سخن خوب بشنوید. این گوش ها را خلق نکرده است که با او بلند صدا یک فاحشه را بشنوید، یک موسیقی را بشنوید که در اون گوش ها سر با او کرده میریزن روز قیامت. آگاه باشید. بعضی خاندان مسلمان همون قدر بلندش میکنن که از خانه همسایه دیگر همسایه خوب کرده نمیتونه. یا بعضی تویدارش همون قدر بلندش میکنه، همون تویش، همون صدایش که در اون محله چند کسل و بیمار است، همه رنجور است. شخصا ما اگر در همونجا توی باشه بگاه به خانه نمیریم که اوضاع او را نشنویم. خوب کرده نمیشه اگر در مخصوص تابستان باشه. بعد یک هفته پس، یک ماه پس میبینی بعد از پای زندگی میشن، زندگی ویران، یا دختر ویران میبره یا پسر ویران میبره، بعد میبینی کشمکش و سرشید. خدا به همون خواری مبتلاشون میکنن، لیکن نمیفهمه که از کثافتی همون تویش برخوشی است. لیکن خدا عقلش نداده است که از کثافتی همون تویش خدا به سر شهر عروس بلا و مصیبت آورد. این را دیس نمیکنن، درک نمیکنن، برای که دیده های دیل او را خدا کور کرده است. نمیفهمن. به جای شکر کردن حمد خدا را گفتن که خدا به تو دختر عطا کرد به وایه رسید، پسر عطا کرد به وایه رسید، در خودش نیستش نکرد. به جای شکر خدا با جا آوردن و ختم قرآن کردن و دعا و درود کردن، تا روز بنگی و هنگی و عرقخور و افلاس و همه جمع بشن در جا. بعد چیکار میکنن؟ حال مسلمان رو ببین. حال مسلمان این نموتوی داره بعدش که نه یهود خیلی توی میکنن نه نصارا. گذرگاهی قرآن و پند است گوش، و بهتان و باطل شنیدن مکوش. ده چشم از پی صنع باری نکوست، ز عیبی برادر فرو گیر دوست. بهاییم خاموشند گویا بشر، پراکنده گوی از بهاییم بتر. بهاییم گاو و مال و خر و حیوان از خاموش هستن، انسان گویا است. لیکن انسانی که پراکندگو باشه از بهاییم بتر است. بهاییم در نزد خدا جوابگر نیست، مسئول نیست، لیکن چی است؟ انسان در نزد خدا مسئول است. روزی هست که بعد از آن در روز منافق و کافر، فاسق و فاجر پشت دست خودش میگزه، از پشیمانی بسیار پشت دستش به دنداناش میخواید دستش، خبردار نمیشه. بعد چی میگن؟ خدا خبر میده که در روز بعد چی میگن؟ میگه که یوم یعض الظالم علی یدیه
یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. دستش میگذه، دستش میخواه ای کاش که میگه با همراهی رسول راه میگرفتم، پیرو پیغمبر میشدم، پیرو علمای صالح میشدم. دست خودش میخواه که در روز دیگر این فایده ای نداره. الله جل جلاله باز در دوام آیت گفت و یقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین. کافرها در دنیا میگفتند و یقولون متی هذا الوعد، کی این وعده میشه، کی قیامت میشه، کی بهشت و دوزخ میشه. باور نداشتن کافرها در دنیا، امروز هم باور ندارن. یک پیسخند میزنن مسلمان میگه کی میشه میگه، هر سال میره میشنوی. خدا سخن هموار پیشکی 1400 سال پیش ما و شما را خبر بده کافرها چی میگن. اگر او امروز بودن 14 عصر پیش خدا سخن او را میگه و یقولون، کافرها میگن متی هذا الوعد، کی این وعده میشه این کنتم صادقین، اگر شما راستگو باشید مسلمان ها. همین که میگن کافرها. خدا خبر داشته چی میگه. خداوند جل جلاله پیغمبر امر کرد که قل بگوی محمد صلی الله علیه وسلم انما العلم عند الله و انما انا نذیر مبین. علم برپاشیدن قیامت خاصتا این علم الله از کسی از این آگاه نیست. این فقط خدا خودش میدونه. هیچ کس، نه پیغمبر، نه انبیا، نه اولیا، نه شهدا، نه صالحین، هیچ کس اینو نمیدونه. علم ساعت یعنی علم روز قیامت برپاشیدن فقط خاصه الله است. فقط علامتاش میگوید. علامتاش که روز قریب همه علامتاش برآمدگی است. چند دیگرش مدلی است. پیغمبر گفت بگو که انما العلم عند الله، علم فقط نزد الله است ظاهر آشکاری و انما انا نذیر مبین، من فقط یک بیم کننده هستم خلاص. بیم کننده آشکار هستند که پیغمبر میگه هر چیزی که الله با ما فرود آورد و شما میفرمانیم که چنین کنید، چنان کنید، نافرمانی نکنید که هم دنیاتون برباد میره و هم آخرت شما برباد میره. الله جل جلاله باز حالت کافرها را در آخرت گفت که فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا. وقتی که با چشم سر در قیامت که دوزخ روبرو می شوند، اهل کفر و فسق فاجر روبروی دوزخ می شوند، عذاب دردناک دوزخ وقتی که با چشم سر می بیند نزدیک می شود، سیئت وجوه الذین، سیاه می شود، غم‌آلود می شود، غمگین می شود چهره الذین کفروا، او ذاتانی که در دنیا کفر ورزیده بودند، چهره هاشون سیاه می شود، پژمرده می شود، اندوهگین می شود. و قیل هذا الذی کنتم به تدعون، ندا کننده گفتن شود به سوی او کافرها که هذا الذی کنتم به تدعون، انا همیه که در دنیا شما را وعده میکردن، انا امروز به چشم سر رو دیدم. در اون روز اگه چیکار میکنن؟ کجا میرن؟ کی به دردی او میرسد؟ کی به فریادی او میرسد؟ در اون روزگار هیچ کس به درد هیچ کسی نمیرسد. یوم یفر المرء من اخیه و امیه و ابیه و صاحبته. در دیگر آیه قرآن خدا میگه او روزی هست که یفر المرء، میگریزد انسان، من اخیه از برادرش میگریزد، و امیه و ابیه از مادرش میگریزد، از پدرش میگریزد، پدر مادر از فرزند میگریزد. و چی خاطر رو میگه که یک از نیکی ها به ما بچه، پدر از فرزند میگریزد، فرزند از پدر. هر که به جان خود مبتلا، هر که سرگردان جان خودش. لکل امرئ یومئذ شأن یغنیه. در اون روز هر کس در اشکالات خودش سرگردان است. روز قیامت خدا بیان کرد. و او گفته می شود که انا همون روزی که برای شما وعده کرده شده بود شما باور نداشتین، انا همین روز است. رویهای وا سیئت وجوه، روحاشون سیاه می شود، رنگشون پرکیده می شود، کبود می شود، قدرای نکمد روز دیگر آهی نکمد. قل ارأیتم، الله جل جلاله باز در آیت بیان کردی، قل ارأیتم این اهلکنی الله و من معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. بگوید محمد صلی الله علیه وسلم خدا میگه قل ارأیتم این اهلکنی الله، اخبرتم این اهلکنی الله،
شما به من خبر بتین که اگر خدا مرا هلاک کنه او معیه و من معیه و او کسانی که همراه ما هستن صحابه همراه ما هلاک شوند او رحیمن و خدا یا به ما رحم میکند فمن یجیر الکافرین پس کی نجات میدهد کافرها را از عذاب علیم. این اسباب نزول این آیه همین است که مفسرین گفتن که کافرها شب نزول دعا میکردن که خدا پیغمبر را بکشه، خدا هم صحابه را نابود کنه یا فلان به مدام که دعای بد میکردن. خداوند و رسول اکرم گفت که قل ارأیتم این اهلکنی الله، بگو به ایها که شما به من خبر بدید که اگر خدا مرا هلاک کنه یا مرا بکشن یا به مرگ طبیعی و من معیه و او کسانی که همراه ما هستند اگر هلاک شوند یا کشته شوند فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. پس کیست که کافرها را از عذاب دردناک نجات میده؟ که کافرها امروز اگر در دنیا هم در عذاب دردناک هستند حال آخرت با عذابش پیش است. در دنیا برکات خدا از کافر برداشته است. امروز اگر آدمی به شعور یک بار انالیز کنه اگر جهان کفر یک بار ببینه در 60-70 رفتگی هستند زن ندیدن، زینا میکنه حیوان رو میگردن، چقدر در پاده حیوان به حیوان زینا میکنه. 60-70 رفت است در اروپا در امریکا زن حلالی را ندیده است. در 70-80 رفت است خانه شخصی را ندیده است، در کوارتیر زندگی میکنه. برکت نه در خانه شد، نه در زنش است، نه در فرزندش، چیزی ندارد. حیوان وارد میخوره زینا میکنه گشتن میکنه. کافرای مرد، کافرای زنش حتی تا جای آمده رسیده است که با سگ زندگی میکنه. در روسیه هست با سگ زندگی میکنه. در تلویزیون هم سوالش میکنن که تو برای چی با سگ زندگی میکنی؟ میگه از او الکل گی سگ بهتره. چیزی چهارم قلاوری میکنه، هر بار چیزی که بخورم گرد من میگیره، خاتم شاوفرش میگردونه فلان پکن. سگ بر آدم اختیار کرده است. این جهان کفر است. آیا این عذاب نیست؟ آیا این عذاب نیست که شب و روزان در حرکت هستند، تمامی یگان دقیقه از مبارزه ضد دینی قرار نمیستند. از مبارزه ضد، اگر یک دقیقه جهان کفر از مبارزه ضد دین قرار بستند، اسلام 84 ساعت پیش میرود. امروز این اینترنت کامپیوترها فایده مسلمان ها شدگی است. اگر چند که ضررش هم زیاد است، فایدهش هم است که تمام جهان غرب چیکار میکند؟ با چشم سر میبیند از علمای حرمین سوال جواب میکند، ایمان داره، مسلمان میشن، دیگر محکمی خلاص شد. در جهان غرب فقط اکادمیک پروفسور عالم باش ایمان داره، مسلمان میشن. این بی سواد هیچ. در یک سال 642 نفر اکادمیک پروفسور ایمان آوردگی مسلمان شده است. این چی است؟ خوب است. وقتی که حقیقتش شنیده درست فهمید چیکار میکند؟ اون مسلمان میشه. فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. کافرها را از عذاب دردناک کی نجات میده؟ فقط الله نجات میده، دیگر کسی را نجات داده نمیتونه. در دوام آیه مبارکه خداوند گفت قل هو الرحمن، بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم اوست رحمان. رحمان صفت پروردگار است، رحمان و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان معناش بخشنده نعمت هاست در دنیا بر مومن و کافر. خدا در دنیا مومن و کافر نعمت میده. کافرم بزیب است، کافرم رزق میرسونه، کافرم عمر میده، خونه میده، زن فرزند میده، کافرم این ترقیات و پیشرویش میده، مسلمان هم میده. این صفت رحمانی پروردگار است، بخشنده نعمت ها در دنیا بر مومن و کافر می رحمان میگه. و رحیم بخشاینده مؤمنان است در آخرت، نه بر کافران. در آخرت خدا مؤمن و مسلمان میبخشد، لیکن مشرک نمیبخشد. قل هو الرحمن، بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم اوست رحمان پروردگاری من. آمنا بهی، ایمان آوردیم به او، و بدن الله ایمان آوردیم. در مثنوی بیان میکرد که صفت ایمانداری یک کمپیر مسلمان بی سواد آمدن که چرخه میریش، چرخه هم رو تا میداده همون بخته بود رشته بود هم رو میریش. چرخه رو ما هم ندیدیم استفادهش خیلی هست، اون مصفیده میدونم. پرسیدش یک کس که آیا
الله جل جلاله خدا وجود دارد؟ گفت بله وجود دارد. گفت دلیل تو چی است؟ حضرت رومی در مثنش بود. گفت دلیل من همین است که شب روز میشه، روز شب میشه، تابستان میاد، زمستون میاد، فصلهای سال فرو میگرده، ماه کم و زیاد میشه. همین به خودش یک صاحب داره که گشتن گرفته است. صاحب یعنی چرخه من هستم. اگر این به دستم کتاب ندارم چرخه قرار میگیرد. اگر اینها صاحب هم نداشته باشند شب و روز نمیشود، فصلهای سال تغییر نمییابد. ایمانداری یک کمترین کمپیری به سواد از چه جواب خوب. خب قل هو الرحمن آمنا بهی و علیه توکلنا، بر پروردگار ما چیکار میکنیم؟ توکل کردگی هستیم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کسی که توکل به پروردگار کنه الله برای او بس است. ان الله یحب المتوکلین، خدا توکل کننده ها را دوست می‌دارد. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، زود است که خداوند جل جلاله بیان میکنه که میدانند و میفهمند بیدین ها کافرها میدانند که کی در ضلال مبین است، کی در گمراهی آشکار است. آیا ما در گمراهی هستیم یا اونها در گمراهی هستند؟ اونها زود است که میبینند. اگر به شکلی که اونها خدا را انکار میکنند، از کی اونها را به دنیا آورد؟ آیا به اختیار خود به دنیا آمدند؟ کی اونها را از دنیا میمیراند میبرد؟ آیا به اختیار خود از دنیا رفتند؟ که خدا در قرآن بیان کردگی است در سوره بقره که یهود همچنان از مرگ میترسد، هم از مردن میترسد که هیچ ملت دنیا و مثل یهود از مردن نمیترسد. یک روزه شد که دنیا با آخر میرسد، زیخ میشه یک کفته منش با آخر بسه، حاضر با آخر برسد، حاضر با آخر برسد، نوبش با آخر رسید. چی گفت گینی؟ خدا وعده کرده است برای مسلمان واقع جنت رسیدن میره واقع. لیکن اگر او برای چی قدر میترسن؟ کمترین اون میخواد که 1000 سال عمر ببینه، به خاطر که توشه برای آخرت نداره. به خاطر که اگر نصارا گمراه باشد، یهود دانا دشمن است، میداند پیغمبر بر حق باشد لیکن این کار میکنه. که در زمان خودشون میگفتن که وقتی که پیغمبر ما حبیب الله شد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دوست خدا است، دوست داشته خدا است. اگر ابراهیم خلیل الله باشد، ابراهیم خدا را دوست بدارد، پیغمبر ما و شما حبیب الله است، دوست داشته خدا است از بین همه. وقتی که حبیب الله پیغمبر ما را شنیدن، اوها گفتن که نه، پیغمبر ما حضرت عزیر گفتن ابن الله، اگر دوست داشته خدا باشد عزیر بچه خدا گفتن. نصارها را رشک شانبور گفتن اگر این پیغمبر دوست داشته خدا باشد عیسی ابن الله بچه خدا است. حالا که خداوند از زن و فرزند منزه است، عقیده پوچی بی مغز است. او کسی که زن و فرزند داره محتاج کسل بشه، میخره میمره میره نیست میشه. لیکن الله هرگز چی است؟ از این صفت هایی که در ما و شماست در الله وجود نداره. نیست خوردن پوشیدن زن داشتن و فرزند داشتن. گفتن که عیسی بچه خدا، گفتن که عزیر بچه خدا. تا که چی؟ خودشانه از یا بالا بدارن. باز و این هم قناعت نکردن که نحن ابناء الله، یا ما بچه های خدا هستیم، همه پیغمبرها از ما گذشتن. لیکن چی است که اگر وقتی که خدا در قرآن در سوره بقره آمدگی است میگه که اگر شما راستگو باشین جنت از شما باشه و شما فرزندای خدا که باشین، پس مرگ آرزو کنید، دعا کنید که تیستر بمرید برین به جنت. لیکن چی؟ از مرگ میترسند، دعا نمیکنند، از مرگ میترسند. خدا میگه که بگو با اونهای محمد صلی الله علیه و سلم که اگر شما راستگو باشین دعا کنید برای مردن خواه، لیکن دعا نمیکنند چون که توشه ندارند. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، زود است که الله جل جلاله میگه میدونن کی در گمراهی آشکارا هست، در روز دانسته میشه. قل ارأیتم این اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. در دوام آیه مبارکه باز الله جل جلاله بیان کرد که بگوی محمد صلی الله علیه و سلم با اونها که ارأیتم این اصبح ماؤکم، اخبرتم، شما به من خبر بده که اگر این آبهای زمین الله جل جلاله برداشته کنه،
آب چاه و آب بحر و آب این دریاها را خدا اگر به زمین فرو بکشه از دست شما چی میآید؟ قل ارأیتم این اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. کی به شما آب میارد؟ کی به شما دریاها را جاری میکنه؟ کی به شما بحر و اقیانوس خلق میکنه؟ آیا انسان میتواند نساز قطعی از یک جا بکشه و اقیانوس را میتواند؟ یا دریا را جاری کنه میتواند؟ انسان نمیتواند. این آب کی خلق کرد؟ کی جاری کرد؟ فقط الله. و همین خاطر است که در دوام آیه مبارکه وقتی که این سوره تمام شد چی میگه؟ الله ربنا و هو رب العالمین. الله رب پروردگار چی است؟ رب عالمین است، تربیت کننده همه عالمین است، همه عالم هاست. اگر آبها را اگر یک یاردن از یک جا باشه، اگر یک پامش میارن، همین پامشای حرام حلالی که از خارج میارن، باید همه ما و شما همه وقت دعا کنیم که خداوند دولت ما را پرقوت بگردان، استحصالات ما را خدا برکت پرقوت بگردان تا که محتاج یگان کسی دیگر نشیم که بهار شکر رو برش آمده تاجیک نصرانی کرده است. تاجیک پولدار شد، پولش که زیاد شد کازینو میکنه، رستوران جلبخانه میکنه، لیکن از اون طرف پولدار نصرانی آمده فرزند یورا نصرانی کرده رفته است. باید آگاه باشیم ما و شما. خطری بزرگترین برای مردم ما و شما. اگر این خطر کسی میگه نمیگه، باید که اونها در تحت نظارت باشن. امروز اگر همون خردسالا و بی‌صاحبا را اگر نصرانی کنن، 20 سال پس دیگه نصف تاجیک میشن نصرانی، نصفش میشود چی؟ مسلمان. اگه جنگ داختن چی میشه؟ دو کرده میشه. یا نصرانی را میکشن در گروه مسلمان ها میپرتن، یک مسلمان رو میکشن در گروه نصرانی و خودش کشه زده خراب نیست نابود میکنن، نیست میشه. باید که همه مردم هوشیار باشه در این و تندرست‌دار باشه، حس میلیش بیدار شدگی باشه، نه اینکه همینطور گشتن میگیره پروا چیزی نداشته باشه. چیکار میکنه در کار؟ فمن یأتیکم بماء معین. اگر یک خارجی یک یاردن بیارد، در هر یک کوچه در همین کوچه و وکیلات دعوا رو میبینی، کشمکش میبینی. ثروتمند پیش از کمبغل مردگی یکیش نگید تشکیل. ثروتمند چند ماشین پول و چیز داره با دعوا میکنه که با ما بتین همون آرد شکر حرام حلالی هم را. چیکار میکنه؟ پاسپورت میبره، دعوا میکنه، کشمکش میکنه. لیکن آب میره که الله خلقش کرد از رد پروات آب میره میگه پاسپورت نشان ندی. خدا میگه که بنده پاسپورت نشان ده بعد من تو را آب میتونم. خدا میگوید به ما و شما که پاسپورتات نشان ده، من به شما شمال میتونم، یا باران عطا میکنم، یا گرمی آفتاب عطا میکنم. این نعمت الله جل جلاله را باید با شما شکر. خدا بیان میکند که لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شما شکرگزار باشین نعمت من بر شما زیاد میکنم. لئن کفرتم، لیکن اگر شما کفران نعمت بورزین عذاب من خدا میگه سخت دردناک است. به قدر نعمت اسلام که نرسیدین عذاب من دردناک است. و سر شما بلاها و مصیبت های میاره که دیگر هیچ کجا جای گریزی نیست. وقتی که این آیه مبارکه به آخر رسید، همین آیه که آخرش قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم، خدا گفت بگو با آنها که اگر آبهای شما را الله جل جلاله کشیده به زمین فرو ببره، فمن یأتیکم بماء معین، کی به شما آب جاری روان میکنه؟ وقتی که این آیه مبارکه یک ظالم بدبخت کافر شنید، گفت که با بیل کلم قطع میکنیم آب میبروریم از زمین. بیل کلم قطع آب میکنیم، زمین میکنیم آب میبروریم. شب شده بود و ظالم در خواب که ندای شنید که اگر با بیل کلم تو آب چشمه را که برآورده بتونی آب چشم ها تا برو، دو قطره از چشمش آب خارج شد، هر دی چشم کوری مادرزاد باری کش. بیل کلم قطع که بکن آب برو. حضرت صاحب روح البیان ایره به نظم آورد و در مثنوی هم هست که فلسفی و منطقی و مستحام میگذشت از سوی مکتب آن زمان. همون زمانی که تفسیری سوره بود یک کافر ظالم شنید، چون که بشنید آیت آن ناپسند، گفت ما آریم آبی بر بلند، تا به زخمی بیل تیزی تبر، آب را آریم از پستی زبر.
و بیل کلند زارو قطی بکنیم چاه آقا میبراریم با بالا رگو. شب بخفت و دید یک مردی شیر مرد زد تپانچه هر دو چشمش کور کرد. گفت آن زین چشمه چشم شقی با تبر نوری برار ار صادقی. اگر راست یک شپات در پره دهنش خورد گفت اگر این بدبخت ای شقی اگر آب را آوردنی که باشی پس آبهای همین چشمه چشم تبرار کن چشم بینا شود خوشید. روز برجست و دو چشمش کور شد نوری فایز از دو چشمش ناپدید. وقتی که به آیت الله شوخی و بازی که کرد شوخی کرد بازی کرد باور نکرد که آب ما خودمون میبراریم. هر دو چشمش یک تپانچه خورد و کوش آب چشم زد انا که به بیل کلم قطع آب چشم خود مرور کوری ابدی ما. به همین خاطر آیه مبارکه قرآنی یا احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اینها به شوخی نیستند، اینها حذر ندارند، اینها چی هستند؟ دلیل قطعی برای ما و شما مسلمان است. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. اینجا این قرآنی که اول استفادهش کردیم یک مستفید آوردگی بود قبل از جمعه که یک فرزندش این ولید بود است همو روان کرده از قرآن که در مسجد استفاده بکنن و در حق دعا کنن خداوند او برادر جنجورا شفای کامل شفای عاجل عطا فرماید و گذشتگی هاش رحمت و مغفرت بکنه. یا خب دیگر این سال که ماه مرد در نوروزی از جانب حکومت هم پیش از قبل از جمعه هم زنگ زده بودن بیان کردن 10 نفر باید که آدمای کم بضاعت و بی‌پرستار از همین مردم ما و شما کلوب هستن که 10 نفر باید که زن بتن. یعنی هم از تمام تشکیلات ها کارخانه ها سوم جمع کرده ایستاده هم ما را جمع گیر میکنن 10 تا آدم کم بضاعت بیزن باید زن بتن. این بسیار بسیار یک فکری خوبی عالی جنابی هست که این سال گذشته بود یا پیرول سال بود از کمیته امداد همینی از امام همینی دولت اسلامی رو 100 نفر زن داده بودن. 100 نفر. ما و شما باید ناموس داشته باشیم. بیزنن ما را اومده زن نتن بلکه همین مردم خودش جمع میگیر کنه زن بتن. و جای کازینو ساختن رستوران ساختن یک فرزند مسلمان زن دادن در کار یک دختری بیشون شوهر دادن در کاری ودام کردن در کار. و همین خاطر مسجدهای شهر هم اعلام شدگی است که باید از این کاری خیر عقب نمونند دور نمونند. و در اینجا بعد نماز انشالله در اونجا یک نفر میستم یک صندوق گرداندن خیلی من این کار بسیار میده حکم شو میبینیم من میپرسیدن در همونجا یک نمالک میپرتن هر کسی که به قدر وصفش 10 دیرمه 20 دیرمه 1 سامونه 10 سامونه 100 سامونه چندی هسته به قدر وصفش در همونجا در پیش ما آدمای گماشتگی در اینجا یک تا در بیره بگویند خودتان بیره نبیسید. در همونجا هر تو این صدقات میشه انشاءالله که یک مسلمان وقتی که صاحبی زن شد زنا کم میشود. یک مسلمان صاحبی دختر که صاحبی شوهر شد فاحشه‌گری و بیهوده‌گری و تلفن بازی کم میشود. این نه تنها فایده دنیوی بلکه فایده دینی ما و شما مسلمان. اللهم اوصلنا الى جميع مقاصدنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا درجه. مکتوب ها و سوال حالی هستن انشاءالله که جمعه پایانده مکتوب را میخونیم جواب ها اینها را انشاءالله که میگردیم.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. اللهم تقبل هذه الصلاة والجمعة الحسنة مع جميع صلاتها بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية أولا خصوصا وزيادة إلى روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين، وإلى أرواح عبادك الصالحين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وخالاتنا وعماتنا ومشايخنا وأستاذنا وأصدقائنا وأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل دعاءنا واغفر لي يا رحمن ذنوبنا برحمتك يا رحمن. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أسألنا العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا.